بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات خدمت تمام شنوندگان برنامه حق و باطل. خدا کند که شما جور و صحتمند باشید و تشکر از این که برنامه حق و باطل را پیگیری میکنید و همیشه با ما هستید. و بار دیگر از تک تک دوستان و برادران که در برنامه وارد می شوند و به تفاوت نمی مانند و چند ساعتی خود را با ما در این برنامه می گذرانند و برادران که از اطراف ما را می بینند، چی طرفدار ما باشند و یا چی بی‌طرف باشند، از شما هم ما میندار هستیم، چون که بودن شما با ما ضروری است. البته از این برنامه ها یک چیزی حتما می آموزیم و این بارها و بارها اثبات شده است. از چیزی که دوستان و برادران که از اطراف ما را یک مدت همچون شخص بی‌طرف تماشا میکردند و روزی شد که خداوند هدایت در قلب آنها جا کرد و کسانی که در برنامه فعالانه شرکت میکنند، لایک میگذارند و نوا را به دیگران روان میکنید، دست شما درد نکند. و این اگر برای شما این کاری کوچکی باشد، برای ما یک کاری بزرگی هست. البته این کاری که شما میکنین نه همه کسانی که ما رو میبینند این کار را کرده میتونند. بعضی کسا از تلفن تماشا میکنند، بعضی کسا از کامپیوتر تماشا میکنند، بعضی کسا از تلویزیون تماشا میکنند، اما نه همه آنها تا به اون درجه که شما رسیدگی هستین تا به اون درجه رسیدگی نیستند. حتی اونها از گذاشتن یک لایک فاصله میگیرند. از همین خاطر این کار ما برای خودمان کاری خیلی بزرگی میشماریم و حتما دیگرایی که ما رو میبینند حتما در این راه مبارزه به تفاوت نباید باشین و حتما سهم خودتان بگذارین. و چیز دیگری من میخواهم از تک تک برادران معذرت بپرسم، چون که من یک کمتر ناوقتر داخل شدم و اعلانم نشده بود و چون که اصلا امروز قرار نبود که برنامه برگزار بشود، اما اگر اعلان میکردیم نمیشد، بازم این باز بد از بدتر میشد. اما اعلان نشده بود چون که من آماده نبودم و ما در یک سفر قرار داشتم. از همه خاطر البته ما دیرتر آمدم رسیدم، بازم کوشش کردم که یک چند ساعت با شما باشم. خب و بار دیگر همه شما را به این برنامه خوش آمدید میگم و برنامه حق و باطل یکی از برنامه های حرکت سیاسی گروه 24 هفته‌وار روز جمعه برگزار میگردد و در این برنامه البته یک موضوع گذاشته می شود، مثل که امروزه سفری رحمانوف ما گذاشتگی هستیم و در این برنامه در این موضوع ما انشالله که جر و بحث میکنیم و کسانی که از طرف رژیم رحمانوف میخواهند در این برنامه شرکت کنند، پیش از پیش شما را من آگاه میکنم که وقتی که واردی برنامه میشین اول با چهره هاتون بیایید. دوم که وقتی که با چهره هاتون آمدین منطقی صحبت کنید، بدون کدام دشنام، بدون کدام تحقیر. و شما البته من متد کاری شما را تا امروز خیلی آموختگی هستم و روز تا روز می آموزیم. کار شما همیشه کوشش میکنین که دو و دشنام کنین و تحقیر و توهین کنین تا که یک مبارز از این طرف بعد به ناموس شما برسه، بعدن به خلاصه اون انسان از
احساسات از این چیز که کار میگیره و در یک جنون داخل میشه و اون وقت دیگر در نظرش کسی نمیآید و حتما جوابی منفی شما میگیرید. و ما هم تا یک اندازه را ما خودمان به دست میگیریم تا زمانی که شما خط قرمز و خط سرخ نگذارین. اما هر کسی که منطقی صحبت میکنه ما میگذاریمش که تا آخر صحبت بکنه. در این برنامه هم اگر که داخل بشین کوشش کنین توهین و تحقیر و دشنام نکنین، با منطقی صحبت کنین، با منطق صحبت کنین و کوشش کنین که احترام به یکدیگر باشه. شاید که خداوند شما را مغز شما را بگشایه و شما یک روز از این رحمانوف وطن فروش یک آگاهی، یک معلومات پیدا کنید. خب ما قبل از اینکه داخل صحبت بشم از دوستان و برادرایی که ما را میبینند در یوتیوب و در فیسبوک، صدای ما خوب است و نوار صفتش چسبیدن و چسبیدنش یک اشاره میکردین، بعدا ما شروع میکردیم در صحبت. حتما برادرها لایکاتون رو بگذارین و نوارو با دیگران روان بکنین و از اون خواهرها و مادرایی که در برنامه شرکت میکنند و فعال هستن از شما من میندار هستم. البته در اینجا من نمیتونم نام از خواهرایی که خیلی فعالیت دارن نمیتونم نام اونها را در اینجا ذکر کنم، چون که ما یک دشمنی داریم که همیشه اونها نقطه میکوان و حتی نام یک دختر اگر در اینجا بگیریم البته اونها گمانی بد میکنن. کجا برسه اینا اما خیلی روی راست که انسان تحمد میکنن. از همین خاطر از تمام خواهرها و مادرایی که در عموم میگم که فعال هستین، زحمت میکشین، لایک میگذارین، تبلیغ میکنین، از شما من میندار هستم، دست شما درد نکنه. خب امروز موضوعی که ما گذاشتگی هستیم سفری امام علی رحمانوف است و سفر امام علی رحمانوف به مسکو و از طرف پوتین برای یک اردن داده شده است. خب این اردن مسئله بالای اردن نیست. مسئله این است که سفرهای رحمانوف اگرچند که در برنامه‌های گذشته هم ما در این باره صحبت کرده بودیم، اما امروز هم باز یک سفری داشت. درست است که هر کشورهای همسایه کشور ما اگر ببینیم قرقیز و قزاق و ازبک، هر کدومی از اینها در هر حتما با مردم خودش یک ملاقاتی داشت بدون کدام برنامه ریزی و بدون کدام یک صحنه‌کاری. حتما یک ملاقاتی با مردمش میکند، سلوچی نباشه یا که یکان برنامه کشیده شود. اما رحمانوف همیشه ملاقات هاش با مردم در یک تالار گذرانده می شود و سوال ها پیش از پیش آماده می شوند و چی سوال ها باید گفته شوند و هر کسی که از همون سوال ها بیرون سوال داد حتما اون مجازات می شود. همیشه رحمانوف تعریف و توصیف و بالا می برند. درست است که یک مدت یک عده مردم از مجبوری این کارا میکنند، اونها را ما درک میکنیم، اما عمر رحمانوف با عمر خدا پیوست نیست. رحمانوف هم یک روز از این دنیا سفر میکند و پیش پروردگار میرود و در اونجا باز حساب کتاب خودش باز جواب میگه. اما امروز رحمانوف با اون سخنهایی که در گذشته گفتگی بود که ما برای مردم خدمت میکنم، برای مردم، برای ملت انا صادقانه خدمت میکنم، اما تا امروز هیچ خدمت صادقانه ای را ندیدیم. به غیر از اینکه همون اولاد خودش در حکومت جای شده است و روز تا روز
همون خویش و اقربای خودش در همون جاهایی که لازم است، جاهایی که تاثیرگذار است، در همون جاها تمام خویش و اقربای خودش از قبیل دختر و پسر و همین همون قده و داماد و مادر همین خیلی میروه. تا امروز تا چهارم پکلینش حتی اونها شبکه یک از کدامی از بیزنسمن میشوند. رحمانوف و فرزنداش و با نویرهاش کلان شدگی هستند. امروز نویرهاش شوهر کردگی هستند، بعضی هاش زن گرفتگی هستند. حتی اونها اون نویرهاش فرزندای حتی نویرهاش اونها شبکه کسی میشوند و حتی اگر کسی یک زنی که اگر فرزندی نویرش حتی اگر نگهبینی کند، حتی اون هم یک به همون اندازه خودش، به همون توانایی خودش یک صلاحیتی دارد و افتخار هم میکند و بالای گپش هم در جای میگذرد و با یک زنگ تلفنی شاید مشکلات حل بشود. اما مسئله ملت، مسئله مردم در هیچ جای مطرح نمی شود. شما یک بار ببینین در همین سفرهای رحمانوف، بار رحمانوف با مردم مهاجر در کجای ملاقات کرده است؟ نه. بغیر از اینکه رحمانوف بازوهایی که حتی رحمانوف در زندگی دیدگی نیستن، اونها تنها و تنها در تلویزیون و در یوتیوب و در بگم اینترنت دیدگیش هستن. بازوهای اون رحمانوف یعنی بازوهای حکومت امروز از هر کجا پیدا می شوند و سنگ ملامتی بر مردم مخالفین میزنند. نه تنها مخالفین بلکه هر کسی که حقگو باشد بر او سنگ ملامت میزنند، مثل ژورنالیستایی که امروز تو زندانن و یا کسایی که در بیرون از حق خودشان دفاع میکنن. بازوهای پیدا می شود که اونها را سنگ ملامت میزنند، زبانهای سرخ پیدا می شود که اونها را متهم به چیز میکنند، مثل عزت امان و مثل کرامت شریپوف و مثل صدها برادران پامیری که مثل چهارشنبه اونها برای ملت یک کار میکردن و مردم یک کار میکردن، یک منفعت می آوردن. اما حکومت رحمانوف در هیچ جای نمیخواهد که مردم ما و شما سربلند باشد. اما بعضی کسایی که از اطراف پیدا میشوند اونها بازوهای حکومت، خائن و خائن و خائن و خائن و خائن تاجیکستان تنجای، خائن و خائن و خائن تاجیکستان به پیش، خائن و خائن و خائن آخر بیا چی میگه؟ باز میاد اونمون زبانش دراز میکند و تمام نجاست هایی که رژیم رحمانوف در این چند سال اخیر کردگی است همه همون نجاست ها را پاک میکنه. هر کسی که باشد. ما در این چند روز اخیر ما دیدیم، حتی هم پروای این چیز هم نداریم، کسانی که مبارز هستند و کسانی که در راه مبارزه بعداً می آیند باید در این راه مبارزه از این هم سخت‌تر هم باید آمادگی هاش داشته باشه. خیش و اقرباش میبرن، تهدید میکنن، توهین میکنن، تحقیر میکنن، نوار میگیرن که بر ضد برادراتون، بر ضد پسراتون، بر ضد فرزنداتون گپ زنید. این چی است که یک چیز عادی و معمولی شده در پیش یک مبارز. از این بالاتر امروز بازوهایی که از طرف رژیم رحمانوف میبرویند مردم مبارز سنگ میزنند. ما آمادگی اینها را از روز اول داشتیم. اینها میآیند و میروند. از پیش از اینها بودند، با مردم میگشتند، صحبت میکردند در تالارها و تبلیغات میبردند که با بعضی از گروه هایی که فکر مردم را پریشان میکنند. اون کی از اون گروه ها؟ ما هستیم. تا کجا را شما موفق شدین؟ با وجود تمام همین کارهاتون تا کجا را شما توانستین که پیش راه مبارزه را بگیرید؟ ببینین، نه بازوهاتون نه طرز صحبتی دارن، بازوهای شما نه گفتاری خوبی دارن و ما اگر مقایسه کنیم تمام گفتگی هاتون از روز اول که در مقابل مبارزه هرچی که میگفتین و تا امروز هرچی گفتگی هستین، تمام همین گفتگی هاتون یک جا بکنین، همین خیلی بجخین، همون شیره همین نوارهاتون ببرارین،
مشکلات مردم مهاجر، مشکلات مردم تاجیکستان بالاتر از اونی است که شما میگین. مردم الکی تقریبا هیچ نباشه 80%. ما فقط توقع این داشتیم که حداقل 10% مردم ما را بشناسه. امروز خدا شاهد است، در کوچه های دوشنبه، در بازارهای تاجیکستان، زمانی که یک مبارز نوارش گذاشته می شود، در اطراف هر کسی که می شنود از آوازمان تشخیص می کند که همین آدم چی نام داره، کی گپ زده شده است. تمام کسایی که امروز قاریه که به نام قاری عبدالباسط مشهور است، یک طرز تلاوت خاصی دارد. وقتی که در هر کجا در شنویده بشوه، اتوماتیکی در ذهنتان میآید که همین آدم قاری باسط است، یا که به همون طرز خواندن قاری باسط میخوانه. برادرانی که مبارز هستند در برنامه ها شرکت میکنن و همیشه درد مردم میگن، زبان مردم شدن. امروز سخنهای اینها بدون کدام مبالغه، درست است بعضی کسا شاید بگن که نه این گپ، اما ما اون چیزی که من میدانم این شب روز در داخل وطن، در هر جایی که یک مبارزی که برنامه دارد و اون برنامه اگر در یک جای از اطراف همه مشغول کارشان باشن، همین آدم در یک لاود سپیکر، در یک کلانکه اگر بمانند بلندش کنین، همون اطراف همه میشناسن که همین آدم کی است و کی گپ زده شده است. چون که مردم هدف از این گفتن چی است؟ بازوهای حکومت از روز اول تا به امروز بعضی خائنان ذکر میکردن، اما امروز در ترازوی عقلشان گذاشتن که کدام طرف خیانت به این وطن کرده ایستاده است. چی کسی امروز در سر قدرت هست و کی کسی در سر قدرت است. امروز مردم فکرهاشون را تحمیل میکنن، چی حکمهای صادر میکنن بر علیه این مردم و چی کسایی در غم این ملت هستند. الکی مردم در ترازوی عقلشان گذاشتگی است و اونها تشخیص کردگی هستند و خلاصه خودشون برآوردگی هستند و با این چیزها ما آماده بدیم که یک روز این چیزها میشوند و اینها هم میروند و دیگرها میآیند، اونها هم میروند دیگرهاش میآیند. زمانی که مردم مبارز، خدا رحمت کنه حاجی عمر، شخصی بود که مبارزه را با چهره آشکار مردم را دعوت کرد و به سوشال میدیا، به اینترنت کشید آورد و یک مکتب جدید را گذاشت. بعضی انسان های بدن که این مکتب جدید و این ایدئولوژی جدید اصلا قبول نداشتن، چون که اونها اون مکتب سابق و اون روش زندگی و اون متد زندگی که داشتند، اونها در مغزهای اونها نهادین شده بودند، الکی فوندامنت شده بودند. دیگه هیچ کسی تصورات نمیکرد که یگان ایده جدید، یگان کانسپت نو، یگان مفهوم جدید پیدا شود و مطابق او رفتار کنیم که با بهتر باشد برای زندگی ما، برای آینده ما. زمانی که حاجی عمر پیدا شد، یگانه راه مبارزه را پیش گرفت و اون وقتا یکی از دوستان ما را گفته بود که واقعا بعضی وقتا وقتی که 100 نفر ما را گوش میکرد، ما یک خرسندی میکردیم، جلسات میساختیم، صحبت میکردیم که دیدن امروز ما را 100 نفر گوش میکرد. اما الحمدلله بعد از تمام این فشارهایی که حکومت بالای مبارزه کرد، قتل کرد، زندان کرد و تهدید میکنه، امروز الحمدلله که شنونده های این مبارزه بیشتر شدگی است و مبارزه جدید آمدن وارد میدان شدن با چهره های آشکارشون و خیلی بگیم صمیمیتر و مصممتر و با یک عزمی و یک اراده جدید. درست است کسایی بودن که از نیم راه برگشتن. امروز در آلمان بعضی برادرای هستن که مثلا برادر جمشید، برادر رجب علی، برادر رحمت الله، برادر چنون داره یک برنامه نو ساخت الماز و برادر عثمان. همین کسایی که شما نو چهره هاشون دیده شده.
پیشواز رحمانوف رفته بودن و زمانی بود که درست است بعضی انسان هایی که ارادهشان قوی نبوده با کوچکترین یک بهانه این راه ترک میکردند و کنار میرفتند. شما دموکراسی میگین، شما فلان میگین، شما فلان میگین، هیچ برنامه‌ای ندارین. به هر بهانه اینها کنار میرفتند و الحمدلله که جاهای اونها را پروردگار با اشخاص نو، انسان‌های جدید پر کرده و ما با چنین برادرها فخر میکنیم. با وجودی که در اروپا از آلمان شروع کرده تا تمام کشورهای اروپایی برادران تاجیک ناراض از رژیم رحمانوف ناراض خیلی زیاده، اما این برادرها یعنی تمام اون مرحله ها را طی کردن، امروز اومدن در بری برادرای مبارز هستند، اگرچند هم که با ما کدام ارتباطی نداشته باشند، اعضا نباشند، اما فعالانه شرکت میکنن در مبارزه. ایره خوب یاد داشته باشین، بازوهای حکومت رحمانوف با تمام تلاششون هر چقدری که تلاش میکنن، باز میگم که شما در مقابل اون حق شنا کرده نمیتونید. ایره مطمئن بدونید و ما اینقدر مطمئن هستیم که در پیروزیمون این همش دلیل همون است. درست است از این مبارزه بعضی ها برمیگردن، اما اونها را جاهای اونها را حتما کسای نو پر میکنن. اونها با مصممتر، با چهره های آشکار، با احترام اون کسایی که پنهان هستین اما خیلی فعال هستین. اما منظور از ما اون کسایی که آشکار نبودین و پنهان بودین و کنار رفتین، خدا شما را، جای شما را عوض کرد به کسایی که از شما هم شجاعتر و دلیرتر بدن. خب و بار دیگر ما این برادرها را دست شما را ما میفشورم. انشالله که شما باز کسایی هستین که دیگرها را دعوت میکنین و ما یک کمتر ممکن است که ما یک کمتر استراحت بکنیم، ممکن یک کمتر کنار بریم. میبینیم که شما خیلی فعال هستین. درست است انسان خطا و اشتباه میکنه، ما ملائکه نیستیم، از ما بعضی وقتا بد میگیم، بعضی وقتا سخت میگیم، بعضی وقتا، اما ما انسان هستیم. آخر مردم باید این چیز درک بکنن، ما از آسمان نازل شدگی نیستیم که کاملا بی خطا صحبت کنیم یا کاملا بی خطا رفتار کنیم. اشتباهات میشه و از ما بله جای میشه که ما برمیگردیم، مراجعت میکنیم به مردم معذرت خواهی کنیم، اما هیچگاه در مقابل رحمانوف و در مقابل بازوهای رحمانوف که اونها امروز سنگ ملامت بر مردم بر مبارزا میزنن، اون مبارزایی که زبان مردم میشون و درد مردم هم میخواهن مرهم کنن، امروز اونها به هیچ وجه بالای این مردم مبارز موفق نمیشوند و نخواهند شد. و شما هم دوستا و برادرایی که ما را میبینین حتما درباره برادرای مبارزتان باشین، تشویق کنین، چند سخن خوب اونها را باز دوباره روحیه و شجاعت میتیه. خب میگذاریم ما در صحبت امروزه درباره رحمانوف. بازم همون رحمانوف، همون حامله داری پرابلم ها، همون رحمانوفی که شکمش همیشه حامله دار از پرابلم هست، همیشه یک پرابلم جدید تولد میکنه. همون رحمانوف برمیگردیم و سفر رحمانوف در طول چند سال اخیر اگر ما توجه کردگی باشیم، کدام یکی از سفر رحمانوف برای مردم چی در داخل کشور و چی در خارج کشور به منفعت این مردم بود. خب و دوستا و برادرایی که در این باره میخواهید صحبت کنین، من شما را حتما پیوست میکنم در استودیو با طریق سیلکه، کسی که میتونه وارد شود و کسایی که میخواهند با طریق تلفن زنگ بزنین و شما را ما پیوست میکنم در استودیو، فکر نظرهای خودتون میگین. خب اولا ما شروع میکنیم از استودیو. برادرایی که در استودیو با ما قرار دارین و خواهش میکنم که در وقت صحبت با کسی از طرفدارای رحمانوف که صحبت کردین و کوشش کنین خودتون کنترل کنین. خب سیدعلی اشرف، سلام علیکم. پکای حسین، روزت نغزت شما. الحمدلله خدا را شکر. شما خوبین؟
میشود شکرانه الله. بسیار منت داریم که ما را قبول کرده حضرت. تشکر. در بدون همین حضرت. اویدی همین موضوع من بخواستم گپ زنم. سفرهای امام علی رحمان اگر ای داخل فکر کنیم، اگر تمام سفرهای امام علی رحمانов برای اول ای بورژت بگیریم، همون ای در بورژت ضرر، تمامی چی دهقانای چی معلمای تمامی همین هستی رفتن آمدنش برای ملت ضرر. این چیزی که ایانای حجت به بیان نیست و این بناو آمدگی سفر امام علی به مسکو این برای منفعت خود شای. ایرا ما همینجا شدت بسیار چکدیم برای فرزند چه بسر قدرت آوردن که او یک میدل در گردنش کشان کرد. او یگون همش برای نشان داد بود، پکزوخه بود. یعنی که نه من یک برآمد پوتین چکدم چیزی را راستی گبی خوشروخای نفهمیدم. اینجا در توایی هسته پریواد کرد برای همین اودکبی را در همین داخل تاجیکستان خیلی که نورسلطان نظربایف اودکبی رفتن و چکدن همین چیزا خوشرو جایگیر کرده است. برای چی؟ برای اینکه خودش مثال و یلکای پیر شدگی ای جای خودش در بچه‌ش موندنی ای، یک مردم الکای همش بیدار شدگی ای، یک میتینگ منم خیلی کارو ده حتما اودکبی چی میکنه؟ حمایت میکنه. یعنی سفر آمدنش این انتخابات بچه‌ش چکدنی ای در جای خودش بچه‌ش موندنی ای. این فکر و عقیده ما این یک باوری دارم، یگان خطایی نداره. همین ما همین بسیار چکدیم. تمام برادر، فکر شما را ما شنیدم. تشکر زیاد. ما دیگر برادر فکر نظرش میشنویم. خب برادر محمد علی، سلام علیکم. فقط فکر نظراتون میگین و دیگر برادر ما قبول بکن. بفرما برادر محمد علی. السلام علیکم. علیکم السلام. خوب است؟ یک سلامتی خوب است؟ خدا را شکر الحمدلله. درباره موضوع شما درباره سفر جناب علی بر شهر مسکو گپ زدین. باز همی برادری که گپ زد میگه که اینجا مسئله همی اودکبی برای که بچه‌ش به سر قدرت آوردن این خیلی میتینگ کنه ما بود و برای پیشگیری کی در همی تاجیکستان میتینگ میکنه. من نمیدونم که شما گفته شده. آخه میگم میتینگ میکنه، یگان کس میتینگ نمیکنه، پرزیدنت مردم انتخاب میکنن. بله. خب همون یگان همین سفرهایی که رحمانوف کردگی است در مدتی همین قدر وقت، کدام یکی از اینها مسئله مردم مهاجر مطرح شدگی است، خاصتا در روسیه؟ می مسئله مردم مهاجر جناب علی دیده سای حل کرده سن. تمام حل کرده سن. خدا خواهد به نزدیکی حل میشه. خب خودت مسئله یگان مشکلی نیست. بله. خب خودت میتونه که یگان مشکلی نیست کسی. ببین. خب ببین، همخواه برادر گفته که هستیم که آواز دیگر میترسیم که برادر بگیم. هموطن گوش کن. آواز هیچ وقت چاپلوس به من برادر شده کنه نمیتونه. اما ببین انا محمد علی، تو میتونه که یک نقطه را ذکر کنی که بعد شما همون ببین سراسی منشه میتونه که یک نقطه را ذکر کنی. گوش کرده ایستم شما را. یگون نقطه را ذکر کنی که همون نقطه را دیده است باشه. مثلا یک نقطه را کدام نقطه از همین مهاجر دیده است باشه. در دو جمله بگوش تمام. همین مسئله مهاجر گفته سین شما ها. الو من میشنم شما را. الو من میشنم شما را. بفرما گپ زن. من مسئله مهاجر گفته سین شما. همین کدام نقطه را گفتین که مسئله را دیده استن، همون یک نقطه شما را بگین که کدام نقطه را دیده استن.
انا اکرم ما اول شما در یک چی میگم ما همین خارج مهاجرا هستن مهاجرایی که گفتی گپا هر موقع پتنشون میکنن داکیومنتاشون سری وقت میکنن قانونی میگردن کدوم را پرابلم هم میکنن. محمد علی یک بار دیگه گپی مرا خوب بشنو. ما سوال اولی می بود که رحمانوف در کدام سفرش مسئله مهاجرا را مطرح کردگی است، پیشنهاد کردگی است برای خاطر آسان کردن مردم مهاجر از قبیل پتنت، از قبیل خب رجیستراسیا، کدام یکی از همین کدام نقطه را یک ترتیب ما ذکر کنیم که همو را من نقطه را پیشنهاد کردگی باشم. پیشنهاد کردگی محترم وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده همین مسئله قطعی وزیر کارهای داخلی روسیه صحبت کردن در تاجیکستان هم در روسیه. خیلی خوب. کدام نقطه را شما همین مسئله مهاجرا قدیمه از شما را گفتم که همین مهاجرایی که 100% هر ماه همین داکیومنت پتنش و رجیستراسیون بکنن یگان پرابلم یگان مشکلی نیست بکنن آزاد میگردن هستن پرنکو بچو. بله درست است، کسی که پتنت بکنه و داکیومنت کنه آزاد میگرده، اما هستن انسان هایی که با وجود داشتن پتنت و با